سلام بچه، من آتینه یمش هستم و به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. آقا داخل این ویدیو اومدیم یه اسکین رایگانی سواف رایگان که اومده بریم تستش کنیم. بچه ها سوافش خیلی خوبه، یعنی به نظر من حداقل حقش کریت بود، خیلی خوبه. فقط بکش یعنی بک خود اسکین داره یکم مسخره بود که من بک خودم روش گذاشتم. حالا شما حالا مثلا میگم چیه دیگه، هر کی این نظری داره. مثلا من نظرم بک خوشم نمیاد، ولی خود اسکینش خیلی خوبه. یعنی گفتم این در حد چیه اینجا بچه نها کنین شاید با، ولی بچه اولش دیگم با تا آخراش بچه یه گیم پلی خفنی میشه، اصلا خیلی خوبه. وینم گرفتیم، دستو خیلی دست خوبیه بچه. این کیفه هر که میبینین قلبه روش گذاشتن بچه. آره دیگه همین گذاشتن بچه. اینجا نها کنید، هر چی جلوتر میرفتم بیوای، اصلا همش بیوای. حالا مثلا کلاسیکی چیزی بود و اصلا عموما بیوای میداد. حالا داخل آلکادواز داره بیوای میده. اوکی اینجا علیزه بات میزنه، واسهتون جلوتر بریم انمی میزنه بچه. اینم نمای خود اسکینه دیگه، واقعا نمایی از این به چه مدلی بدون نشون. اینجا خواستم فینیچر بدم، یه صدا شنیدم سری لغو کردم. اوکی بچه ها، اینجا بچه انفو نها کنین چه بد میگوید. از این انفو معمولی ها، دواب هم یعنی نیست. یه اتچمنت انفو هم شاید بدم بچه ها واسه تون. این انفو معمولی انقدر قوی میزنه دیگه. انفو چی ببین چقدر میزنه. اینجا میزنیمش میمیم بالا. اوکی بچه هر کی به این اسکین هم از یک تا، یعنی به این اسکین از 1 تا 10 داخل کامنت ها نمره بدید که یابمش تو بده به من. چطوری با که یابم نتونستی بزنی؟ من بیوای وانشات کردم. اوکی بچه ها اتچمنت های زیادی از این به بعد از من ویدیو بلند میخوام زیاد بذارم. اتچمنت های زیادی میخوام بچه نگاه کن، این انفا رو نگاه کن، خدایی نگاه کن چه بد قفل میکنه و انمی. خب اینجا بچه اینجا هم نگاه کن، اینم انمیه ها. اینجا اومد حالا درست از بک زدم ولی خیلی ایمش خوبه، یعنی من یه میس هم ندادم. اینم که فکرم انمی بود، بات بود. خب بچه آلکادواز هم اومده دیگه. ویدیو خلاصه زیاد داریم، اینجا اچس همو کشیدم. اتچمنت اچس همو نمیذارم، یعنی چی؟ اتچمنت اچس همو تو ویدیو قبل اتچمنت اچس همو گذاشتم تو ویدیو قبلی، ببینین. آره اتچمنت اچس رو ببینین دیگه. نمیشه تو هم ویدیو هم بذارم که ببینین. اوکی بچه ها، بعد همه تون سواف مطمئنم یه هفته پیش گرفتم. من الان گرفتم چون من زیاد اصلا این ایونت ها باز نمی کنم، فقط من پلی میدم. مثلا زیاد من قبلا ایونت ها باز میگم، الان دیگه نمی کنم. اوکی بچه اینجا نگاه کنین. آقا این تازه یادم اومد، اینجا یادم نمیذاش پامپ بزنم برم بالا. بچه اینجا نگاه کنین، فقط ببینین چه فرار خوبی کردم. نگاه کنین اینو زدم یارش بچه ها. این خیلی یارش رو مخه. حالا نگاه کنین ببینین یارش رو چند بار زدم. اینجا یارش دمیج باید دمیج بچه نگاه کنین. اینجا الفرار این انمی بود، یارم زدتش. اینجا بگم یارم انمی بود. اینجا نگاه کنین چه فرار خوبی کردم. به فرارم نمره بدیم. اوکی بچه صدا هم هنوز خوب نشده، ویدیو قبلی شاهدید صدا یکم چیه، ولی اشکال مثلا دوست. بچه اینجا ناگه جامپ زد سوی زدمش. این همونی بود که گفتم زیاد میزنم، یعنی زیاد که گلن 2 بار زدم میشه که الان یکم. بچه ناگه ایم انفو چطوری؟ حالا وانشاد میگم این نمو چون دیگه پایین برید وگرنه راحت میگشتمش. اوکی بچه اینجا نگاه کن، اینجا یعنی خیلی خنده داره. اینجا حد می صدا پا می اومد، میدونستم قرار یکی بیاد، دیدم داره بالا میاد. واحد میگیری بوم قطعشو میزنه. الان مطمئنم داره فوش میده، نمیدونم چون واقعا صدا هم بسته بود. اگه دقت کنی آن گذاشتم ببینم داره فوش میده یا اگه دیدم نه با ادب. ببخشید. خب اینجا بچه اینا آقای سفیده، هر چی شاد میزدم نمیمون.
ببین لعنتی. اینجا هم نمیمرد، اینجا هم نمیمرد. رفتم پایین بچه ها. اچسم چه غیب شد. رفتم پایین، یه شاد دو شاد بمیر سفید. خب فایل همون بود که تو این دست خیلی تو این دست این بزن بیشو گناه داشت. اوکی اینجا چوی M13 هم چیدم. اتچمنتشون نمیدم، باید یه ویدیو جدا بزنم راجع به این M13. کلا بچا M13 تو این سیزن قوی شده. میخوام یه اتچمنت، حالا اینم نه، یه اتچمنت کلا بچا میخوام یه اتچمنت M13 بزنم. تازه اینجا کیلم فینیش شد بچا. اینم زدیم. اوکی این خودش یا تو زوم بود یا یاوم زدتش. ایم M13 بچا این حالا فعلا موقعیتی شاید عوض کنمش. خب پامپم. خب بچه چیزم انمی نیدم و دادم اینجا انمیه. چیزم نایفش کنم بعد نشد. خب بچه لایک سابسکرایب حتما فراموش نشه. دمتون گرم. من دیگه برم، خداحافظ.